الباب الثالث باب الصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. انس رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم بر زنی که در کنار قبری میگریست گذشت و فرمود: از الله پروا کن و صبور باش. زن گفت: تو به مصیبت من دچار نشده ای و پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشناخت. به او گفتند: او پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پس به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و آنجا هیچ دربانی نیافت. گفت: من شما را نشناختم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: صبر آن است که در آغاز مصیبت باشد. و در روایتی از مسلم آمده است که آن زن بر کودک خود گریه می کرد.